این هو نیست ای قرآن کریم الا ذکر مگر ذریعه بیدار کننده هست، انسان یک دم بیدار می سازد. تشریح میکنم. و قرآن مبین، قرآن آشکارا است. این کتاب مکمل هم مگه پاره واضح یکه یکه با دلایل پیش میکنه. چرا پیغمبر علیه السلام تعلیم نداده؟ شاعرها تمام شعرهایش به اساس خیالات و پندارهای خودشان است. اصل یعنی یا واقعیت داره. قرآن مکمل واقعیت ها را بیان میکنه. یکی شعر از ذهن شاعر میبراید. قرآن وحی آسمانی است. شعر دو غلوه، دو زیاتی، دو مدح و مزامت بعضی کسا می باشه. او قرآن نه دو افراط است نه تفریط است، هر چیز واقعیتش بیان میکنه. شعر و قرآن با هم مقایسه شده میتونه؟ کلا. شاعر قدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاعر شعری خدا وقتی میگه که چیزی برش داده شود، او وقت باز میگه. او پیغمبر علیه السلام بدون از کسی چیز طلب نکرده، این حقایق بیان کرده. چطور شاعر باشه؟ چطور شاعر شده میتونه؟ بعد از قرآن میگه این هو نیستی وحی که سری پیغمبر میگه الا ذکرون مگر چیزی بیدار کننده است، یادآورنده است. و قرآن مبین، قرآن آشکارا است. اول صفت قرآن بیدار کننده ذکر کرده. بیدار کننده واقعا احساس مردی وجود انسان بالکل زنده میسازه. نوری که در قلب انسان خاموش شده یک دم دیگه منور میسازه شه، در حرکت میاره شه. شما 4 روز در ترجمه قرآن بشینه انشالله اما بزرگترین نصرانی و یهودی و فلسفه‌دان شما را منحرف کرده نمیتونه. در قرآن بشینه شما که در قلبتان چی روشنی و بصیرت پیدا میشه. باز تو را کسی با فریب بده که اینجا مجلس دین است، مجلس ذکر است، این مجلس مولانای بلخی است، این مجلس بگو ابوبکر و عمر است، این مجلس فلان است. تو میگی نه. قرآن برای ما موضوعات بیان کرده، ما را بسیار بیدار ساخته. قرآن از ما چی مطالبه داره؟ قرآن از ما جشنا را مطالبه نداره. قرآن از ما مطالبه داره که احکام قرآن در روی زمین حاکم شود سری هر فرد. قرآن از ما این مطالبه داره و ما باید بکوشیم. قرآن از ما مطالبه نمیکنه که یک روز شعله پخته که میلاد که یک روز بگو جلسه بگی کسی را تحریک بگو که بیا امروز روزی تولد فلان است، به یاد سنایی و به یاد حکیم سنایی و به یاد مولانای بلخی جشن بگیریم. باز مولای دیگه مزخرف بره و اونجا بگویه چی میگه خبر داره؟ الله صاحبی و تعالی اجرا بده، کل گناهش معاف شده. این وحی از کجا سری تو آمد تو بدبخت که طور فتوا داده رایستی؟ این گناه بخشیدن خو امر پوشیده است، غیر به وحی به چیزی دیگری معلوم نمیشه. چطور توی فتوای با جرأت خود عالمان میگیری؟ او چرا؟ به خاطری که وا تشویق شوانی باز هم چون مجلس ها را دیگم رونق بده. این بدعت ها را چرا؟ ملا صاحب دوی سه بیشتر داره، خوراک لکس اول عزیز و بعد از او امون نفری مجلس منعقد کننده در جیبش ازاری را تیله کده رایست که امیره کی رای معترض بکن. امی مردکه که بری از او کلی گناه را معاف نکنه کی معاف کنه؟ شما مجلس ها را خوب تعقیب بکنه باز ببینه. خب کسی که با قرآن تعلق داره فریب نمیخوره. قرآن برای چی آمده؟ قرآن کی را یاد میکنه؟ اگر من مجلس مولانای بلخی را میگیرم به الله قسم مجلس خالد ابن ولید باید با میلیون ها دفعه بگیرم. اگر من مجلس حکیم سنایی را میگیرم، مجلس ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سایر صحابه کرام به درجه ها باید گرفته شود یا نشود؟ خلیکن چرا توی قدر صحابه را گذاشتی و ما این مجلس میگیری؟ چرا؟ بوی قومیت پرستی در تو پیدا نیست؟ اگر میگی که نه این خیر الگوست، نمونه است برای عمل، برای اخلاق، من میگم به الله قسم از ابوبکر کده پیش نیست، به الله قسم از عمر کده پیش نیست، از عثمان کده پیش نیست، از علی کده پیش نیست. عقیده اهل سنت والجماعت است بزرگترین ولی در مرتبه صحابی رسیده نمیتونه و کل صحابی در مرتبه خلفای راشدین
باز کل خلفای در مرتبه ابوبکر رضی الله عنهم رسیده نمیتونن. چطور تو تجلیل و روزی جشن ازی میگیری و ازی نمیگیری؟ خب گوشیتان آواز کنه که می کسایی که پشت این جشنا میگرده این کدام مردم از چی میکنه، هدفش چیست او چی اهداف داره؟ ملاها چپنا را پوشیده باز اونجا میره محافظه کاری هم میکنه، مجلس از یک جای جور میشه گپ از کجا میزنه؟ از دیگه جای. عجیب گپ است. تا که چهره های نعوذ بالله دوگانهی را به خود میگیریم، با هر کس خدا میسازیم، اورم خوشکو اورم خوشکو اورم خوشکو. اسلام خط داره، مسیر داره، معلم است. خط اسلام کدام است؟ خط کتاب الله و سنت رسول الله است. امیر برو دیگه، امیر تعقیب کو، هر قدر که معارض برش پیدا میشه نفکده برو، بس لکم دینکم ولی دین. خط ما جداست برادر، تو نمیشه که خط شما سازگاری کنم. الحمدلله سورتای پیش خواندیم که با پیغمبر علیه السلام چی پیشنهاد میشد. ما امروز در مجلس ها میریم، از او خاطر الله میگه و ما علمنا شعر، ما تعلیم ندادیم به پیغمبر علیه السلام شعر، و ما ینبغی له، نیست مناسب برای پیغمبر شعر گویی. ان هو نیست وحی الا ذکر، مگر ذریعه بیدار کننده تمام مفکوره های خفته است. بیدار میکنه قرآن آدم. و قرآن مبین، قرآن آشکاراست، تمام احکام قرآن واضح بیان شده. خط توحید علایده بر ما بیان کرده، شرک بیان کرده، گناه ها را بیان کرده، مسئله محاسبه، بگوی حساب و کتاب، جنت و دوزخ، کلش بر ما بیان کرده. چرا بیان کرده؟ لینذر، که بیم بده من کان حیا، کی بیم میگیره. قرآن تقسیم میکنه مخلوقه. خب گوشیتانه بگیره، این بشارت برای شماست. لینذر، که بیم بده من کسی را کان حیا، که او زنده است، و یحق القول علی الکافرین، و ثابت شوه الزام بالای کفار. این برای تمام کردن حجت و دلیل بالای کفار است. قرآن بیان میکنه، واضح بیان میکنه. لیکن مردم دو قسم است، یکی مردمای مرده، یکی زنده. زنده کیست؟ مرده کیست؟ این زنده و مرده ظاهری را نمیگه که چشم و گوش و دست و پای در حرکت باشه، سخن گفته بتانه، این را آدم بگویه که زنده. و کسی که کارا را نمیتونه او را مرده. قرآن اینجا اصطلاح دیگه داره برای زنده و مرده. زنده کسانی را میگه که قلبشان حرکت داره، قلبشان در تحرک است، قلبشان بیدار است، مطالب قرآن درک میکنه، خودم محتاج قرآن میدانه، برنامه های قرآن آبیاری میکنه، دفاع میکنه، ثمر بخش میسازه. این میره قرآن مردم زنده گفته. و هر کسی که از این قرآن رو میگردانه هیچ رابطه و تعلقه نداره بجز از ختم، بجز از الاسقاط. نه، به اون مردم او را قرآن مرده میگه. از او خاطر به اصطلاح قرآن امروز شما چیسته؟ زنده ان شاء الله. قرآن به اینی طور مردم ها انذار میشه. و کسایی که در خانه خود تالی رو تلویزیون سعی میکنه انذار میشه برش؟ نمیشه. اولم یروا انا خلقنا لهم، آیا یا نمیبینن؟ دیگه دلیل توحید و یکتا پرستی الله. تا کی مرده؟ تا کی مرده؟ تا کی نمیفهم الله خدا؟ قرآن کریم چقدر بیانات در مورد اثبات یکتا پرستی خود میکنه. بنده های خود الله گاهی از این طریق، گاهی از اون طریق، گاهی به طریق تمثیل، گاهی به طریق دلیل، گاهی به طریق ذکر نعمت، گاهی به طریق تخویف، گاهی به طریق بشارت، گاهی به طریق دعوا، گاهی به طریق دلیل. موضوع را فقط پشت تو پالی کده رویسته که بنده ما دیگه بگوی خطا نشوه، گمراه نشوه. ولی بنده چی میکنه؟ امروز مخلوق کدام طرف روان است؟ همین عبادتی که قرآن دعوت میده، همین عبادت دیده میشه. قرآن از او خاطر برای ما بار بیان میکنه. اولم یرو، آیا نمیبینن؟ انا خلقنا لهم، که ما پیدا کردیم برای ازیا، به منفعت ازیا، مما از آن چیزی که عملت ایدینا، که ساخته ایدینا، قدرت ما، دستی بلا کیف ما، اما دستی که لایق شان الله است. چی را ساخته؟ انعاما، چارپایا را، فهم امی مخلوقی ما، بندگانی ما، لها برای چارپایا مالکونه، مالک هستن. ساختیم ما، پیدا ما کردیم، مالکش کیست؟ بنده ها. و انسان تو قدری تا میدانی. و ظلنا الله، رام ساختیم امی حیوانات، لهم برای امی انسان ها،
فمنهم بعضی از همین حیوانات رکوبهم مرکبای سواریشان است و منها بعضی از یا یاکلون میخوره از گوشتش از شیرش از همه چیزایش میخوره. یک کمی آدم فکر بکنه حیواناتی که الله رام کرده برای ما رام ساخته شه برای ما. شتر کلان حیوان است، اگر یک دفعه خود در دیوانگی بزنه به مخلوق به صدها نفر نمیتونه که او را دور داده بتانه. اگر یک گو دنب خود بالا کد و حرکت کرد باز کس مرد باشه بگیرش. لیکن در زمین وقتی قلبه را میچسبانیه اسپارم دایش میدی او زمین رست تا بگار عرق از پیشش میرزه در زیر فرمانت خمچه زده رایستی هنوزم خمچه میزنی که تیز شو. مرکبی بیچاره را که 20 سیربار سرش انداخته از بیخای گوشش عرق سر کرده از پشت سر غرپس چوکه کرده رایستی که تیز برو. شطور خو خرواری بار سرش بار میکنی غان میزنه بیچاره از نقطهش کش کرده رایستی. 100 دانه شطور یک بچگه که کوچی یکی به دیگه نقطه میکنه پیوست میکنه او حرکت میدشه و خو یکیشی طرفی طرف کنه. تو انسانه الله تبارک و تعالی حیوانات برات پیدا کرده. تو انسان مگس پیدا کرده ای؟ مگس پیدا کرده ای؟ با می مگس رهنمایی تا نیسته ای؟ نه، خود تو انسان هستی. اون جاندار است از تو کرده تلومند و قویسته و توم جاندار هستی. اگر زندگی مطلقی بودنی چشم گوش دست پای حرکت کردن ازی باشه خب او حیوان و تو حیوان با هم یکی است، هیچ کدام فرقی نداره. اگر حیات و زندگی ایمانا داره که میخوره مینوشه خواب میکنه استراحت میکنه خب حیوانات تو یکی است. امو خوردن امو نوشیدن امو استراحت است. بله فرق باشد بین انسان و حیوان. حیات انسان و حیات حیوان باید فرق داشته باشه. حیات انسان زنده او را میگه، انسان زنده او را میگه که افکار و مطالب قرآن در وجودش داخل شده و اثرات اونمو مطالب در زندگیش نمایان میشه. قولش، حرکتش، اخلاقش، زندگیش، خوابش، همش مطابق دستوری کیست؟ قرآن. اینی آدم قرآن زنده میگه، دیگه مردم را زنده نمیگه. اینجاست که انسان باید احساس بکنه که من کیستم، از کجا آمدم، کدام طرف روان هستم، چی مسئولیت دارم. اگر مسئولیت امیق قدر باشه که برو 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 بیار جمع کو بگاه دسترخوان اوار کو بخوشه. اگر این وظیفه و مسئولیت انسان باشه باز خو نعوذ بالله انسان و حیوان ادنا فرقی هم نداره. و هم جمع میکنه و میخوره، شکم اسیر میکنه. انسان تو مسئولیت خطیر و بزرگ دیگه داری. این حیوان که تابع توست کار در سرش کش میکنی، امی شطوره امی گاوه امی گوسفنده شد کار در سرش کش میکنی، گوشت لذیذش برای خوراکی توست. تو چی مسئولیت در پیش الله تبارک و تعالی داشته باشی؟ افسوس نیست به اون مردمایی که قیامت فراموش کرده و الله را فراموش کرده نمیشناسه که الله کدام ذات است. قرآن از او خاطر کدام عضو خفته باشه که با این دلائل بیدار نشود، کدام عذاب باشه نعوذ بالله ناسپاس که اینطور نعمتها را مشاهده کنه و با سپاس الله را نکنه. حالی شکرگزاری الله با چی میشه؟ همه به محور قرآن میچرخه. این قرآن وحی الله است، این به موت آمده. چی کنیم قطعی وحی الله؟ پوشا بدیم شه، در تاقا بگذاریم شه، در سری مرده ها بگردانیم شه. بگوی شما در پیکای افتوگیری موتر بدیم شه، تاویز کده در گردانا اینی قدر توپک جور کنیم شه. کدام چیز از پیشش جور بکنیم؟ این وحی الله برای چی آمده؟ تو بگو انسان. قرآن بعد از میگه ولهم فیها، برای امی مردم بندگان ما در این حیوانات منافع بسیار منفعت است. پوستش برای منفعت، پشمش برای منفعت، بگوی شیرش برای منفعت، باز از هر قدر چیزای دیگه. از یک شیر چند چیز جور کرده رایستی. و مشارب برای از منافع است و چیزای نوشیدنی است. الله چی میگه؟ افلا یشکرون، آیا بازم ناسپاسی میکنه، شکرگزاری الله را نمیکنن، الله را نمیشناسه، عبادت الله را نمیشناسه، قدر نعمت الله را نمیشناسه. این را درست استفاده کنه، استعمال کنه.
این یک حیوان بود که بعد آدم درست استفاده کنه و شکر نعمت بکشه. این لاسپیکر، این کامپیوتر، این موبایل یام نعمت های الله است. از یام بعد استفاده درست شوه، نشوه که سبب مکمل گناه شوه. شو تا صبح به جز از موسیقی عکسای بگوی نعوذ بالله تصویرای برهنه دیگه چیز نمیبینی او نمیشنوی. خو یک دم جهنم خودت آتش در دادی و در بین جهنم استاد استی. باز تو چی توقع داری که جنت برم؟ خب مرگت فرا میرسه، باز چی میکنی؟ الله چی میفرماید؟ شکرگزاری کجاست؟ این بنده باید الله را همینطور میشناخته، ذره چیز نسبتش به غیر الله به دیگه کس نمیکرد. لیکن این بنده چی کرد؟ قرآن میگه واتخذوا جور کردن گرفتن من دون الله، بغیر از الله آلهة معبودا برای خود. یکی را مقرر کردن که مرض زردی را جور میکنه، دیگه شم مقرر کرد گوش را جور میکنه، دیگه شم مقرر کرد اولاد میده، دیگه شم میگه دیوانا را جور میکنه. معبودا را جور کردن یا نکردن؟ ها؟ لعلهم ینصرون، به خاطر که امدادشان کرده شوه، قط ما امداد کرده میشه. معبود امیر میگه به من نیت واره تعظیم میکنه، گنبتا سرش جور میکنه. غم نکن، زوری از این قبر میگه ما بسیار دیدیم. الله چی میفرماید؟ لا یستطیعون نصرهم، توان نداره از امداد کردن از یا امداد کردن از یا توان نداره. در پنجاب یک کلان درخت پنجه چینار بود. در بین اهل حدیث کسایی که موحدین بودن، در بین کسایی که نعوذ بالله قبر پرست و درخت پرست بودن، جنجال جور شد. گفتن که در این درخت کسی چوب بزنه، دست بزنه، خشک میشه دستش. موحدین خو عقیدهش قرآن بیان کرده و این آیت قرآن دیده. لا یستطیعون نصرهم، توان نداره امدادی از یاره. گفت ما چپا میکنیم، اگر ما را از بین بردن از بین برد، اگر نبرد خوش جای با جای است. دلیل شما سر ما ثابت میشه. فیصله به می شد. ماشاءالله موحدین تبرا را تیز کردن، اره های دو سره را زدن چپا کردن، پاش توتا توتا کردن. خجالت او مردم دیگه استاد سعی میکنه، خجالت. در یک منطقه ما رفتم، میمان بودیم، شاگردام قطم بود، من درخت دیدم خشک توتا توتا هر طرف افتاده. گفتم این از کیست؟ این زمستان دی یقین نمیسوزه. گفتی میخی دلدل است. میخی دلدل خبر داری؟ دلدل به نظر عوامی طور است از اینجا اینقدر کلان باید باشه که یک دو پایش دینمی شارینه باشه، دو پای دیگه شاید 500 فامیلی. اما طور دست تصور مردم است. خوی میخی دلدل است. میخی دلدل چی مانا؟ علی رضی الله عنه اینجا میخ زده بود، بازی سبز کرده، بیت جور شده. الا سبا امر کردم شاگردارا که چوبا را بیاری که ما یخ کردیم بیخی. کس برشان اره و تیشه نمیداد. خو خیر به دزدی یا به هر رقم گرفتن. 24 بار چوبی خشکم آوردیم. زمستانی خود همی طور تیر کردم. مسجد شما و یخ نبود که داخل میشید در اتاق تفت میکرد. کلگی میگفت که مولوی صاحب عالی از بین میره، عالی از بین. نه چرا ایره نمیبره؟ میگه ایره کس برده نمیتونه. چرا برده نمیتونه؟ یک نفر برده بود، در شانیش همینطور بند ماند. وسو نشد تا که پس اینجا نورد. من گفتم خیر است. شاگردار گفتم که رسیده سوره اخلاص قط معوذتین بخونه. چرا؟ جنیات در اینطور جای میگیره، باز جنیات که آزار بدید شما را آزار میده. خواندن، توتا توتا کردن، آوردن او ما سوختاندیم. اونجا در پنجاب درخت چپا کردن. چرا؟ عقیدهش به قرآن بود. ما میفهمیدم که چیز نیسته. لا یستطیعون، قرآن بر ما میگه توان نداره نصرهم، از امداد کردن از یاره. و هم لهم، بلکه نمی مردم ها برای از یا جندون لشکر است، محضرون حاضر کرده شده در پیش الله. کلگی در پیش الله پیش میشه. الله از اولیای کرام سوال میکنه که شما امر کرده بودی یاره که در فلان مرض در پیش شما بیاره مریضه، یا شما امر کرده بودی که در فلان تکلیف شما را آواز بده. و میگه که یا الله ما خب بندگانی تو بودیم در اون وقتی که ما موجود بودیم تو خب میدانستی که ما این چیزا نگفتیم. و بعد از مرگ ما از کجا شده که در غزنی کل دیوانا جور میشه؟ عجیب گپ است. بله جور میشه. چه رقم جور میشه؟ اینجا ایش جنی میگیره، ایره خپک میکنه، ایره خواب پچق میکنه، این ناجور میشه. در پیش مولای جادوگر میبره، امی جنی قطعی مولای جادوگر را داره. مولای جادوگر میگه در فلان زیارت ببری خوب میشه. در اونجا کی ببره؟ جنی دیگه اعلام میکنه یادمه، جور تیار میشه. مردم میگه اوه سخت زور داشت. با مجردی که در مورد زیارت یک گپک بزنه عالی، باز جنی خیز میزنه، ایره باز محکم میکنه، باز
وی والا یک چیزی بد گفتیم نی امو زیارته این باز گرفت چه باز امونجا میبرشه. این کارای شیطان است. خب اینی جنیات است. فلا يحزنك قولهم، شما را غمگین نسازه گفتاری از یا. پیغمبر علیه السلام الله تبارک و تعالی میفرماید غمگین نسازه گفتار و سر و صدای از یا. انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون. این مردما که میگه در مقابل تو بد رد میگه آمده دین پدرای ما را از بین میبره، صابی شده، شاعر است، مجنون است، کاهن است، امی گپا را میزنه. امروز در مقابل علمای موحد امی تهمت ها هست یا نیست؟ الله به پیغمبری خود میگه فلا یحزن که غمگین نسازه تو را قولهم گفتاری از یا. انا نعلم یقینا ما میدانیم ما آن چیزی را یسرون که یا پنهان میکنن، نیت، اراده، عقیده ای که در قلبا داره الله مکمل میدانه، و ما یعلنون آن چیزی را که آشکارا میکنه توسط عملی خود کلش الله میبینه. اولم یر الانسان، آیا نمیبینه انسان انا خلقناه که ما پیدا کردیم امی انسان من نطفه از آب بیارزش فاذا هو خصیم مبین. ناگهان انسان وقتی در دنیا بیا یک تیکه جنجالی جور میشه، آشکارا جار و جنجال شروع کرده میباشه، دلیل بازی میکنه در مقابل توحید کی؟ الله. نه ایتورم نگو، این بزرگار الله صدا ده، نازدانه است، این جار و جنجال است. نعوذ بالله. الله پیدا کرده تا. نه ایتور نگو، اولادی ما باقی نمیمان تا که قدیر از اوپیان شریف نآوردم. همینطور میگه نمیگه؟ اینو جار و جنجال میگه. پیدا الله کرده. کلان کی میکنه؟ کلان بندی آقا، بندی پاچا صاحب، بندی میا صاحب، بندی خوجه صاحب، بندی صاحب زاده و گلزاده صاحب. او باز تو را کلان میکنه، او باز باقی میمانه. قرآن میگه ما شما را از نطفه پیدا کردیم، باز جنگروک به ما جور میشه، بحث کننده و نزاع کننده آشکارا قط ما جور میشه. باز میگه که نه ای اولاده، ای اولاده به برکتی رفتنی ما در مزار بر ما داده شده. از همون خاطر نامش سخی داد مانده، سخی داد. و ضرب لنا مثلا، بیان میکنه برای ما مثلا مثال را، و نسی خلقه، بر ما مثال می بیان میکنه که بله یم قطع الله شریک است، نعوذ بالله، نازدانه است، الله برش حصه داده، اینطوری که باره میگه. و نسی خلقه، فراموش کرده پیدایش خدا که تو را کی پیدا کرده او وقت. خب چقدر پیدایش خدا فراموش کرده، پیدایش مردم فراموش کرده. ها این چینایا را اینقدر نفوس خیلی زیاد داره، کدام آقا میره بند میده. این پدر نالتا اینقدر زیاد شده که بیخی از ای آقا خیلا برای ما بند نمیده که اولادی ما زیاد شد، برای از ما زیاد بند داده رویسته. ها قال من یحیی العظام، الله تبارک و تعالی میفرماید بگو، قال گفت من یحیی العظام، امی آدمی کافر، کسایی که نعوذ بالله مشرک است، نظام الله را قبول نداره، میگوید من یحیی العظام، کیست که زنده میکنه این استخوانه را، و هی رمیم، در حالی که استخوانه بوسیده شده باشه. کی گفت که ما پس زنده میشیم؟ این استخوانه که خاک میشه، ریزه میشه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام یحییها، زنده میکنه می استخوانه بوسیده را، الذی، همون ذاتی که انشأها، اول پیدا کرده بود، اول مرت، اول کرد کدام ذاتی که پیدا کرده بود، حالی دوم بارم همون ذات پیدا میکنه. و هو بكل خلق علیم، این استخوانه ریزه شده، هر طرف باد برده شه، الله ما عالم است. و هو الله بكل خلق، به هر قسم آفرینش، تنهایی طور نیست که اولاد از پدر و مادر پیدا میکنه، از قبرم الله انسان پیدا میکنه، علیم، داناست، ماهر است، هر چیز برش معلوم است. الذی، ذاتی که جعل گردانید لکم برای شما من الشجر الاخضر، برای نمونه، برای درس تو، برای که تو بفهمی که الله چطور پیدا میکنه، برای تو گردانیده من الشجر الاخضر، از درختی سبز تازه، نارن آتشه، یک قسم درخت بنای مرخ و غفار میگه، یکی به دیگه که چوبایش زده میشه آتش میدم. حالی او خو یک تکه تار تازه است، آب است، او چطور آتش میده؟ از ضد الله تبارک و تعالی از یک ضد دیگر پیدا میتونه. خیر انسانی که ریزه شده باشه باز انسان پیدا نمیتونه. فاذا انتم منه توقدون، ناگهان شما از اینمی درخت توقدون، آتش می افروزید. اولیس الذی، آیا نیست تو ذاتی که خلق السماواتی که پیدا کرده آسمان ها را، والارض زمینه، بقادرین قدرتمند، علا بالای ای گپ، یخلق که پیدا کنه مثلهم، به مثل همی مخلوق پیدا نمیتونه موزا؟ بالکل بلا، چرا نه؟
و هو الخلاق العلیم، الله تبارک و تعالی پیدا کننده العلیم و داناست، همه جزئیات و مصلحات میدانه، هیچ ضرورت به چیزی نداره. انما امره، بله پیدا کردن الله به مثل مخلوق نیست که به وقت اسباب وسایل ضرورت داشته باشه، به نقشه، به پلان، به طرح، به فکر ضرورت داشته باشه. انما امره، یقینا فرمان الله اذا اراد شیئا، وقتی که اراده میکنه ایجاد یک شیء، پیدا کردن یک شیء، ای یقول له، که میگوید یعنی فرمان متوجه مو چیز میشه، کن موجود شو فیکون، چیز موجود است به مو نحوه، به مو شکلی که الله خواسته. پس وقتی که امر ثابت شد، خلاصی چیست؟ سوره یاسینه. فسبحان الذی، پاکیست برای او ذاتی که بیده ملکوت، در دست بلا کیفی از او ملکوت کل شیء، اختیارات پادشاهی تمام چیزا در دست بلا کیفی الله است. او پاک و پاکیزه است از هر نوع عجز، نقصان، عیب، شریک، از هر چیز پاک است. و الیه خاص، بسوی امو الله ترجعون، بازگشت کرده می شوید از شما، بازگشت شما طرف از او کرده می شود. پس پیش الله رفتنیست، نکنه شرک به الله یک جای نکنه، توحید الله را عقیده کنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.